سلام بچه‌ها، خوش اومدید. امروز قراره یه ویدیو متفاوت داشته باشیم. قراره که یه سری خوردنی‌های چینی خوشمزه و شاید هم خیلی عجیب غریب که پویا ازشون خبر نداره، خودم تا الان نخوردم، قراره بریم تست کنیم. فقط یه سوال دارم، مطمئن که خوشمزه است؟ نه امیدوارم که من فقط شنیدم. بریم ببینیم. خب بچه‌ها، قبل از اینکه شروع بکنیم یه تشکر ویژه از دوستای عزیزمون بکنیم که این خوراکی‌ها رو برامون تست بکنیم و ویدیو بگیریم. پیج اینستاشون هم می‌ذاریم این زیر که دوست داشتین سر بزنید. بریم شروع کنیم. خب اولین خوراکی اینه بچه‌ها، نمیدونم خوب میتونید ببینید یا نه. این شبیه کیکه ولی بهمون گفتن که با ماهی درست شده. خب میخوام باز کنم اینم که بکنم. بو کیک یزدی میده. جدی؟ من بو کیک یزدی میده. بریم یه مزه کنیم. بزن مگه میزنم؟ نه نمیخوام. من هیچی بهمون ماهی احساس نمیکنم. من داره ریشیش میاد تو دهنم، مثل مرغ ریشیش داره میاد. کیکای خودمونه، فقط این حالت جلی داخلش بهش اضافه شده. اینا ماهیه دیگه، نکن ریشیشه دیگه. هست اینا ماهیه. نمیدونم ولی مزه‌ش رو نگرفته. تو اصلا مزه احساس نه گرفت. اولش با یه ذهنیت بد رفتم سراغش که قرار ماهی. من چیزی من ماهی احساس نمی‌کنم بچه‌ها. ولی بو ماهی رو میداد. خوشمزه بودین، خوب بود. خب یه نمره بده بهش. از چند؟ 10؟ از 10. 4. 4 واقعا؟ فکر می‌کنم قرار بیشتر بده. من 5 بودم. آها مرسی، دمت گرم. با چای خوبه. 4 گفتم الان با چای خوبه. نه اونقدر خفن نبود. خب که برم دنبالش بخرم بخورم نیست. خب باشه با چای میخوام. 4. بریم خوراکی بعدی. بریم بعدی. خب خوراکی بعدی زردآلوه، یعنی زردآلو کامله که گفتن که روش درست شدنش یا اون نگهداری و خشک کردنش متفاوت بوده و طعمش با زردآلو عادی فرق میکنه. حالا باز میکنیم ببینیم که A few moments later. پس از تلاش‌های فراوان من اینو باز کردم دوستان. من یه دونه برای شما میذارم. خب ببینم خوردی ها؟ چقدر خفنه این. ببین اینگاه کمپوتشه. آره ولی کاملا ترده. تو کمپوت دیدی نرم میشه، خیلی خوبه. این برای اونا بچه‌ای که خیلی میوه ها اینا رو ترد دوست دارن فکر کنم عاشق این میشن، ولی خیلی یه ذره دیگه شیرینه. نه دوست دارم اینو، خیلی خفنه. اون یه دونه توش هم مال من. چی شد؟ یه دونه. خب نمره بده. 9. آره اون یه دونه هم کم کردم به خاطر اینکه همون که گفتی خیلی شیرینه ولی خیلی خفن بود، طعمش خیلی خوشمزه بود. من بهش 8. رفت فیوریتت بچه‌ها. بریم محصول بعدی رو هم دیگه بریم. خب بچه خوردنی بعدی من اول که دیدم واقعا خیلی برای این حال بودم. اصلا نمیخوام راجع به محصول صحبت کنم. اگه بخوام قیافه بچه‌ها بهتون بگم، میشه توضیحاتی که بهمون دادن رو بگی که چیه؟ وای پویا وای بکن. اوه من اینو نمیخورم. بهمون گفتن که این کنار دریا بچه‌ها رفتین قدم بزنین روی شنا، بعد دیدین یه پاتون از آب میاد بیرون، یه سری موجودات کوچولو شبیه خرچنگ میگیرن. خرچنگ گفتم؟ نه شبیه میگوه کوچولو پاتون. این ترشیه که از اون درست شده ولی بوش تست کنیم اینو 100%. یکم بردازش. آچی بو چیز میده، بوش سگ ماهی میده. یه سری چیزه دونه‌های مشکی هم توشه. No! God, please, no! 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 No!
این دیگه چه کوفتی بود. تند، یعنی طعم اسپایسی تور داشت. اصلا نمیذاش من طعمو اصلا نفهمیدم طعمش چی بود، چون این بوه خیلی بوی بدی میده، بوی ماهی مونده میده، یعنی ماهی مرده میده در واقع. خیلی این افتضاح بود. صفر از بچه تکسچر شبیه مربای هویج میمونه، یعنی تو بازش کنم داخلشو نشون بدیم. نه بوش میاد. بوش میاد. نمیتونم. خب بعد تو این قاشق هست یه ذره بچه. نگاه کن چه جوریه دقیقاً همونه. نه اینجا کامل میفته. مثل دونای سیاه شبیه کیشمیش. آره. اصلا همون ما چیز کوچولو است. چه بچه‌ای که غذای دریایی دوست دارن خوششون بیاد. من نمیدونم. من که اصلا که دوستان من صفر از ده، چون میگم بو ماهی مرده میده. صفر خیلی گشنت باشه نمیخورم. بو ماهی مرده میده. میگم وسط صحرا باشی نمیخورم. اگه بهت این نخوری میمیری. چرا باید اینو بخورم میمیرم؟ بریم بعدی. خوراکی بعدی یامی فروت. ببینیم بچه هنوز بوی قبلی هست. فکر کنم چیزیه، این توتای وحشی هست. توته؟ آره فکر کنم توت باشه. بوی نسبتاً خوبی میده. دارم ادا در میاد. چه سلامتی. نه توت نیست، واسه تخم داره که. این چیزی عجیبیه. توتی که هسته داره دقیقا هم. واقعا توتیه که طعم توت میده. توتیه که هسته داره. دقیقا توتیه که هسته هیچ فرق. ولی مزهش خوشمزه به بود. شیرین میزنه ولی یه طعم بدی هم داره. بوی بدی داره. اولش که بو میکنی یه حالت گاز داره بوش، ولی طعمش طعم خوبی بود. دوست داشتم. آره اولش یه ذره با هم دوست داری باز بخوری. آره دوست داشتم. خوشمزه بود. حداقل مزه اون از دهنم برد. آره اونش راست. نمره چنده؟ هنوز به پای اون زردآلوه نرسید. فکر میکنم 6 براش کافی باشه. 6 از 10. من 4. یعنی حالا کردی؟ نه حال نکرد. یعنی شاید یه دونه بشه خورد. خب بیشتر از این دیگه حال نمیده. آره این تختاش اگه تخم نداشت من همش میخورم. جدی؟ بریم بعدی. خب بچه‌ها خوردنی بعدی خرمالوه، ولی خرمالو کاملیه که یه جور عجیبیه. خسته است. تو نور اگه نگهش دارم میتونی توشو کامل ببینی. شده نرمه. آره خیلی نرمه و از بیرون یه بوی الکلی اسیدی طوری داره. گاز توش ترش. آفرین. اینو خودت باز کن. نتر که همین اجازه بوش کن. بذار همینو به بچه‌ها نشون بدیم قبلش. بوی بیمارستان میده بچه. من کنم آمپول زدم بچه. اجازه بده من اینو باز کنم کامل ببینیم بچه‌ها. خرمالو هست که واقعا بوی اسیدی میده. بیمارستان گفتی؟ بوی بیمارستان میده. نه؟ آره. بچه توش یکم تازه تره خب، ولی من بابا پوست بخوریمش؟ قطعا دیگه. بوی بیمارستان. آخرش جهنم شد. این کارت ببینم. چرا؟ چون میخوام بالا بیرم. آخرش جهنم شد. چطور بود؟ عالی افتضاح بود. عالی افتضاح بود. شد حالت خوبه؟ نمیدونم. چه نمره میدی؟ نمره 2. 2 میدی؟ آره 2 میدم بهش. آخرش بد شد. قبول داری؟ آفرین. اولش خوب بود. بودیم. آخرش دمش رو به جهنم رفت. فکر کنم اولش ورودی چیز بود. ورودی در بیمارستان بود. رفت تو بیمارستان یهو. نمره 2 دیگه 2 از 10. تو چند؟ من 0. اصلا 0. من که بخوام گشنگی ببینم 1. تو به اون چیزام 0 داده بودی؟ ماهیه؟ اگه منفی هم داشت منفی میدادم. فکر کنم اصلا نگفتی اونجا. گفتی 0 دادی. خب باشه.
خب خوراکی بعدی یه کیک شکلاتیه که اگه صادقانه بگم باید گفتم ببین کدوم توش یه ذره سر و سالم تره بخوری بشوره ببره. لاغه کیک شکلاتی که نباید همه خاصی داشته باشه، قطعا کیک شکلاتی باید کیک شکلاتی باشه. امیدوارم که ببین چقدر فرقه با کیک شکلاتی خودمون. الان توش ماهی نباشه والا به خدا. خب ببین اونا بیشتر غذای دریایی زیاد میخورن دیگه. شکلاتش خوبه. خب بچه‌ها مثل کیک شکلاتی خودمونه. حالا باید ببینیم طعمش چیه. خوشمزه است. نه تو شکلات داره. شکلات خیس. خوش شویدش. ایوه. خیلی خوشمزه بود. اینو خب نظرم بگم خیلی از این خوشمزه خوردم کیک شکلاتی. نمیتونم خیلی بوم بود. ولی میان رده خوبه، یعنی طعم بدی نداشت. 7 میگیره. آره منم 7 میگیره. خوب بودی. بهم بعد. خب بچه خوردنی بعدیه بهتون نشون بدم. کیکه که با کیکی که با لوبیای سیاه درست شده. خیلی عجیبه. چجوری میتونی با لوبیای سیاه کیک درست کنی؟ ببینیم طعمش چجوریه. وای خوبه. این چه شکلیه؟ بستنیش که باز کردم کوچیک شد. شکلش هم به بچه‌ها نشون بده. ببین تکسچر دورش شبیه اسفنده. آره دونه‌های کوچولوی سیاه دورش شبیه دونه‌های اسفنده. داخلش هم کاملا سیاه. نگاه کنیم. خیلی هم چه مسقطیه، خیلی نرمه. این مزه زغالی میده، بافتش نرمه و این مزه بلدی نداره بگم. مزه هیچ مزه بلدی نداره، نه شیرینه نه شوره. آره. نه ترشه نه تنده. با چی میخورن؟ من نمیدونم این چیکار میکنن اینو. اوقات فراغت میشه. مسقطی ما هم شیرینه دیگه میخوریش. هیچ طعمی نمیده. فقط همون چیزی که گفتی بود دود میده. یک از یک دیگه نه آزان 3 بهش میدی؟ 3 از 10. من 5. یعنی 5 نه خدایش به من بگو این 5 که دادی برای چی بود؟ این چیزی اگه مزه بدی نداشت. خب درست تو با چی مزه خفنی هم نیست. من طوری خالی همجور خالی میخورم. باش 5 از 10 میخورم کم نمیکنی. خب خوراکی بعدی اینه که یه بیسکویت شکلاتی به نظر میاد. ناتس بلک شد. باز کنم دوباره ببینیش. بازش کنم. بستنیش قشنگه. بهشت میده. کارامل و حالا نه بهشت، اول ورودی بهشت شاید مثلا بوی کارامل و کارامل بادوم میده. دقیقا خودش. فکر نمی‌کنم چیز عجیبی باشه دیگه. بعدش طعم خوبی میده ولی من از بادوم زمینی متنفرم. ببین یه چیزی بهت بگم، من بادوم زمینی رو توی این چیزا دوست ندارم. فندق هم داره. فندق یکم تلخش کرده. فندقشو نفهمیدم انقدر بادوم زمینی خود تو صورتم. میخواد تلخش خاطر فندقش. ولی خوبه برای اونایی که بادوم زمینی دوست دارن. شیرینی خوشمزه بود. ولی من بادوم زمینی دوست ندارم. به خاطر اینکه بادوم زمینی دوست ندارم 5 از 10. وگرنه طعمش خوب بود. من کلا شکلات خیلی دوست دارم. هر چیزی که با شکلات بود. ولی این اونقدر خفن نبود مثلا. ولی بعدم نبود. بهش 6 بود. 6 از 10. خوبه، نمره خوبی بود. خب این نظر چی بود راجع به تست این؟ من امشب متوجه شدم که هیچ سلیقه مشترکی با بچهای چین ندارم. همینجوری رسما اعلام میکنم. بعد تازه به یه چیز دیگه هم با توجه کنیم که ما الان خوراکیایی که خوردیم اکثرا حالت سوپرمارکتی و اینا داشت دیگه. یعنی خرید و بسته‌بندی. اگر غذاهاشون رو بخوریم چه اتفاقی میفته؟ ببین من همین الان میتونم تصور کنم که چه اتفاقی برای من رخ بده. من فکر کنم نتونم اصلا تستش کنم. چون ببین
نخوردم، یعنی مثلا غذا مثل سوشی تو نخوردم، ولی مطمئنم که غذای دریایی رو دوست ندارم. یعنی بچه‌ها دوست دارین که این جهنمو برای من نساز کنید. همینجوری میخوام بچه‌ها سوال کنم. بچه‌ها بگین نه، آیدی میخواد بگین. یعنی اصلا عجیب غریب بدم. اگر دوست دارین که ویدیوی اونم بگیریم حتما بهمون بگین، تو کامنت ها برامون بنویسین که بدونیم. آقا چرا نشد دوستانم ببینن دیگه. چرا این کارو میکنی؟ چون من تاوام بدم. خب خودم هم دوست ندارم. ولی اگه راجع به اینا بخوایم صحبت کنیم کنیم تستش کنم. آره خب برای یه بار تست که ضرر نداره. ولی واقعا تو این خوراکی‌ها هم که خوردیم بدترینش همون ماهیه بود به نظرم. اون ترشیه که با ماهیه درست کرد اون قرار نمیگیره. اصلا خیلی بد بود. من شاید نهایتا از اون به عنوان مثلا تعمیر ماشین بخوام لای قطار استفادهش کنم. نمیدونم آخه خیلی بوی بدی میداد. حالا نمیدونم این بو آخه فقط بد دیگه میداد، بوی بد میداد، مزه جهنم میداد. من اصلا به مزه نرسیدم، اصلا نتونست تراوش کنه مغزم که چه مزه‌ای رو قرار است. انقدر بوی بدی میداد اون خیلی بد بود. وگرنه مثلا بقیش به نظرم سلیقه شاد بشه. اون خرمالوی شاد سلیقه ما نیست، چون خودمونم خرمالو خیلی دوست دارم. من خرمالو پخته مثلا خیلی دوست دارم. ولی زردآلو رو خیلی دوست دارم. زردآلو خیلی خوشمزه بود. زردآلو واقعا خوشمزه بود. اون خیلی دوست داشتم. میخوای بخاطر زردآلو بریم چی؟ به خاطر زردآلو شو بریم چی؟ بعد گشنگی میمیریم دیگه. اونجا واقعا زردآلو بخور. خب بچه‌ها طبق روال گذشته بازم مرسی که تا آخر این ویدیو هم با همون بودین. نظراتتون حتما برامون بنویسین. اگه دوست دارید بازم از اینجور ویدیو درست کنیم غذاهای عجیب غریب و خوشمزه دیگه هم امتحان کنیم، مخصوصا هم غذاهای اصلی چین سوشی و اون چیزاست. آره حتما برامون بنویسین و اینکه این ویدیو رو شیر کنین تا جمع خانواده‌مون بزرگتر بشه. خیلی دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید بچه‌ها. خداحافظ.